سلام به همه همراهان پر انرژی کانال کتابخوان. خوش اومدین به یه قسمت دیگه از سفر رشد و خودشناسی. اینجا همون جاییه که درباره ذهن، نظم و قدرت درونی حرف میزنیم. چیزایی که میتونن مسیر زندگیمون رو عوض کنن. توی 2 فصل قبل با دنیای باشگاه 5 صبحی ها آشنا شدیم. با اون سخنران معروف، اون هنرمند ناامید و میلیاردر مرموزی که پشت یک چهره ساده راز یه زندگی خارق‌العاده رو پنهون کرده بود. و حالا وقتش وارد فصل 3 بشیم. جایی که این 3 نفر پا به یه جزیره استوایی میذارن. یعنی جایی که قرار راز واقعی 5 صبح برای همیشه زندگیشون رو تغییر بده. فصلی که توش میفهمیم چرا بعضیا انگار همیشه جلوترن، چرا ذهنشون شفافتره و چطور فقط با یک تغییر ساده، یعنی بیدار شدن زودتر از دنیا، میتونن قوی‌تر، متمرکزتر و خوشحال‌تر زندگی کنن. پس اگه آماده ای تا رمز اصلی موفقیت آدم‌های بزرگ رو کشف کنی، تا آخر ویدیو با من بمون. چون قراره با هم بریم سراغ یکی از طلایی ترین بخش های این کتاب. و یادت نره قبل از شروع اون دکمه لایک رو بزن و سابسکرایب کن تا با هم ادامه این مسیر فوق‌العاده رو بسازیم. تصور کن ساعت 5 صبح. هوا هنوز تاریکه. شهر خوابه. اما یه عده خاص همین حالا در حال ساختن آیندهشون هستن. آدم‌هایی که تصمیم گرفتن معمولی نباشن. آدم‌هایی که قبل از بیدار شدن دنیا خودشونو بیدار میکنن. توی فصل 3 کتاب باشگاه 5 صبحی ها، میلیاردر مرموز، قهرمان و هنرمند رو میبره به جزیره دور. اونجا قرار راز زندگیشو براشون برملا کنه. رازی که ساده به نظر میرسه، اما قدرتش میتونه کل مسیر زندگی رو عوض کنه. میلیاردر لبخند میزنه و میگه اگر میخوای زندگی درخشانی داشته باشی، باید صبحات درخشانتر باشه. اون توضیح میده که صبح زود یه پناهگاه مقدسه برای رشد روح، ذهن و جسم. وقتی دنیا ساکته، وقتی هیچ نوتیفیکیشنی نیست، اون موقع است که صدای درونت رو میشنوی. و بعد قانون طلایی خودش رو فاش میکنه. یعنی قاعده 20 20 20. بیدار شو. 60 دقیقه طلایی رو فقط برای خودت بساز. 20 دقیقه اول حرکت. بدنت رو بیدار کن. بدون توقف، بدون بهانه و بدون موبایل. 20 دقیقه دوم تفکر. در سکوت بنویس، برنامه بریز و به امروزت معنا بده. 20 دقیقه سوم یادگیری. کتاب بخون، الهام بگیر و هر روز 1% بهتر شو. میگه تو نمیتونی قهرمان بشی اگر هنوز اسیر عادتهای ضعیفی. هر بار که 5 صبح بیدار میشی، در واقع داری یه اعلامیه امضا میکنی. من قربانی نیستم. من رهبرم. میلیاردر ادامه میده. وقتی بقیه خوابن، تو وقت داری آیندت رو بسازی. چون 5 صبح ساعتیه که مغز در بالاترین سطح تمرکز و خلاقیت. اینجا نبوغ متولد میشه. اینجا تصمیم‌های بزرگ شکل میگیرن. قهرمان و هنرمند اولش مقاومت میکنن. خوابشون میگیره، غر میزنن. ولی کم کم یه انرژی تازه توی وجودشون بیدار میشه. احساس آرامش میکنن. تمرکزشون بیشتر میشه و حس میکنن دوباره کنترل زندگی رو به دست گرفتن. میلیاردر لبخند میزنه و میگه دیدی؟ فقط ساعت نبود که عوض شد. خود تو بودی. پیام فصل 3 واضحه. اگر میخوای توی این دنیای شلوغ بدرخشی، باید صبحات رو پس بگیری. 5 صبح لحظه تسلط
بر ذهنت، بر احساست و بر آیندت. باشگاه 5 صبحی ها فقط یه برنامه نیست. یه فلسفه است. فلسفه احترام به خودت. اینکه قبل از اینکه دنیا ازت چیزی بخواد، تو برای خودت وقت بذاری. پس وقتی ساعت 5 زنگ میخوره، به یاد بیار اون فقط یه زنگ ساعت نیست. یه دعوتنامه است. دعوتنامه از سوی آیندت. از نسخه قوی‌تر، شادتر و موفقتر خودت. بلند شو، نفس بکش و با طلوع خورشید نسخه تازه خودت رو بساز. 5 صبح زمانیه که قهرمان‌ها ساخته میشن و امروز وقتشه که یکی از اونا تو باشی. خب دوستان، اینم از خلاصه فصل 3 کتاب باشگاه 5 صبحی ها. فصلی که یادمون داد 5 صبح فقط 1 ساعت از روز نیست. یه تصمیمه. تصمیمی برای کنترل زندگی، برای ساختن ذهنی آرامتر و روزی پر انرژی تر. توی این فصل یاد گرفتیم چطور با قانون 20-20-20 بدنمون، ذهنمون و روحمون رو توی تعادل نگه داریم. یاد گرفتیم که هر صبح میتونه یه شروع دوباره باشه. اگر بخوای میتونی هر طلوع خود تازت رو بسازی. و حالا نوبت توه. فردا صبح ساعت چند بیدار میشی؟ میخوای یه ساعت طلایی برای خودت بسازی؟ میخوای ببینی زندگی 5 صبحی ها چه حس فوق‌العاده‌ای داره؟ حتما من توی کامنت ها بنویس. و اگر دلت میخواد با هم فصل بعدی رو هم باز کنیم، سابسکرایب کن تا از قسمت بعدی جا نمونی. مرسی که تا آخر این ویدیو با من بودی. یادت باشه موفقیت یه اتفاق بزرگ نیست. نتیجه هزاران عادت کوچیک. و شاید مهمترینش همین باشه که فردا صبح با طلوع خورشید بیدار شی و نسخه تازه از خودت رو بسازی. تا ویدیو بعدی 5 صبحی پر انرژی و موفق بمون.